سلام دوستو، امروز اومدیم در طبیعت در شهر نیکارک. ببینید طبیعت دوستو. یا از طبیعت دیرا میگه طبیعت هالند. دوستو در هالند تنها چیزی که زیاد است از این دریاچه ها خیلی زیاد است. این دریاچه ها اینقدر زیاد است از دریا که دسته کنی دریاچه های زیاد است هالند. در شهر هالند کسی دوستو مردم از نو زیاد در چی شوق داره از موتر کده در بایسکل زیاد شوق داره. توی 3 و 4 5 شب دوستو اینو کلشون میبره از خونهشون میبره، بعضیاش همراه سگای خود میبره، بعضی دیگه شون هم همراه بایسکل و چیزا میبره. زیادتر از اینا همراه بایسکل میبره چون که توی 3 تا 4 شب اینا کلشون ورزش میکنه. خیلی ها اینا رو خیلی زیاد اگه اینا رو ببین در ورزش میبینی خیلی دویش میکنه، بایسکل میچلونه و تنها چیزی که از آن خوشم آمده طبیعت از این خوشم آمده. ببینید طبیعت هالند است دوستا. اینقدر توریست داره اینجا، اینقدر توریست داره. روابی رو ببینید خیلی توریست زیاد داره. اینی هم طبیعتش دوستا. فقط تنها چیز از آن خوشم آمده از طبیعتش هسته که خوشم آمده. خود من همراه بایسکل آمدم. خود من طبیعت در یک شهری از نیکارک که از هالند است. اینه دوستو این طبیعت در هر جای هالند که بری این طبیعت هست. این طبیعت ها هیچ خلاصی نداره. من خودم اینقدر هرچی میگردم این طبیعت ها هیچ خلاص نمیشه. آره دوستا خب الان خود من کسته سر بایسکل هستم. تلفونم که همینجوری میبینید پیشروی بایسکل کسته ایرا بسته کردم. پیشروی بایسکل بسته کردم همینجوری ویدیو میگیرم بر شما ویدیو میگیرم چون که در کشور هالند یک کشور رو البته خودم نمیفهمم. در کشور هالند سر بایسکل اگر باشی تلفن در دست ما باشه پلیس ببینه جریمه میکنه. خود من شکر خدا که جریمه نشدم تا هنوز. هوام گرم است دوستا. تابستان است خود هوام یک همین گرم است که من که 5 کیلومتر آمدم 5 کیلومتر هم یال برم 10 کیلومتر میشه. ما هر یک روز بعد میایم بایسکلرانی میکنم ورزش میکنم چون که کراتین بسوزانم. میخوایم سیکس پک جور کنم بر خودم سیکس پک جور کنم. هر یک روز بعد میرم تمرین میرم حرکت های شکم اینا رو میزنم. بعد از او صبح شکسته ساعت 4 بجه اینا میایم در بیرون میایم بایسکلرانی میکنم تا که کراتین بسوزانم.
این ویدیو را اگه میبینید دوستا کمپ ما دوستا در یک جای کسته کلا دور بر ما فابریکه است. در یک جای کمپ بر ما جور کرده که دور بر ما کلا فابریکه است. کلا دور بر ما فابریکه جور کرده. الان این را خودتان میبینید. دوستا کسایی که در هالند تازه میآید بایسکل میخواه بچلانه تو سرکای هالند، این قانون رو بفهمید. این رای سرخ که جور کرده این همیشه برای پیاده روی و جای بایسکل است. شما حق ندارید از اون سرک دیگه، اون سرک سیاه طرف دست چپ کسته، شما حق ندارید از اونجا برید. از اونجا برید پلیس گیر کنه شما را یا ببینه شما را جریمه میکنه. همیشه در هالند که هستید از این سرکای سرخ استفاده کنید برای پیاده روی و جای بایسکل که میچلانید. همیشه این سرک سرخ استفاده کنید. خب دوستا کم کم میرسیم سون طرفی کمپ ما میرسیم و کمپ ما رو ببینید دوستا شما در کامنت اپیزود بر ما بگویید که از کمپ هالند هم میخواید کدام ویدیو براتون جور کنم، براتون نشان بدم که کمپ های هالند چه رقم است و رسیدگیشون چه رقم است، حساب نظافت و اتاق و اینجور چیزاش چه رقم است. دوستا اگر خواستید در کامنت بگویید، من یک ویدیو از کمپ هم بر شما جور کنم. نه رسیدیم دوستو، بالاخره رسیدیم در کمپ. از اینجا میریم طرف استراس. این سطل سبزی که میبینید این کمپ هست دیگه، این ساختمان کمپ ماست. دوستو رسیدیم در کمپ رسیدیم. میریم در کمپ میریم یک تا عکس از ساختمان کمپ هم براتون نشان میدم. اگر خواستید درباره کمپ هم از داخل کمپ از اینام اگر ویدیو بگیرم، اگر خواستید در کامنت 100% برام بگویید که من از کمپ های هالند براتون ویدیو بانم که حساب رسیدگیشون چه رقم است. اینی هم ساختمان کمپ است دوستا، 3 منزل است. کلا در یک کمپ 75 نفر هستیم. دوستایی هم از کمپ ما بود دیگه. این ویدیو به پایان رسید. جور سلامت باشید، جان جوریتان رو میخوایم. از این ویدیوها اگر خوشتان آمد 100% در کامنت بگویید. لایک و کامنت شیر هم یادتان نره. امی سابسکرایب هم بزنید دوستان تا ما حمایت شویم و انرژی بگیریم و برایتون بهترین فیلم ها را بانیم.